تصفیه میشه ساکن جزیره استفاده میکرد. سوالی هستش؟ یعنی آبی که از سخت میومد میومد اینجا الان ولی دیگه نمیاد. الان دیگه روشو چیز کردم آسفالت کردن ایجیبام آسفالت. بعد یه چیز دیگه این بازار بوده. بازارچه شهر برای زندگی بوده. حالات بوده. بعد آب از اینجا میومده میرفت. بعد اینا چیه؟ دست نوزی بوم میشه. مستقیم نیست. به تو درست نکنم بشه. مرسی تشکر. بلا میگم چقدر اطلاعاتی داره میگم خدای خیلی اطلاعات داره. مثلا ببین چی آرشام چقدر اطلاعات داره. آرشام نظر در مورد اینجا چیست؟ نظر در مورد اینجا چیه؟ چقدر اطلاعات داد مرد. آرشام داره فیلم میره. یا بچه ماییری سرپشته خوشنوب خوشنوب توضیحات اون مرد خیلی خوب توضیح داد. همه چی فهمیدن دربارش. سه رشته کاریز از دو سوی جزیره سفین و روستای باغ و سرچشمه میگیره و به این سمت حرکت میکنه و مجددا به یک رشته تبدیل میشه و تا شهر حریر مظهر پیدا میکنه. در طول این 15 کیلومتر 274 تا حلقه چاه وجود داره که در مسیر 1 کیلومتریتون فقط میتونید 74 تا حلقه چاه رو ببینید که نمونهش هم بالای سرتون قرار داره که به فرم مخروطی شکله و در لایه‌های مرجانی هم قرار داره. آقای مهندس حاجی حسینی اصالتا تهرانی و مقیم آلمان بودن و بعد از 32 سال دوری از وطن در سال 78 این مجموعه رو با سرمایه خصوصیشون و سنت ایرانی طراحی میکنن و میسازن. و سه تا انگیزه برای ساخت اینجا داشتن. یکی به دلیل آب شیرینش بوده که توسط بارندگی بوده و از لایه‌های مرجانی عبور می‌کرده و به طور طبیعی فیلتر می‌شده و تصفیه می‌شده و در اینجا ذخیره می‌شده. دومین انگیزش هم به دلیل هوای خنکش هستش که با دمای 22 تا 25 درجه است. یعنی در همین فصل‌ها هوای اینجا خنک‌تر از بالا هستش. و سومین انگیزش هم به دلیل فسیل لایه‌های مرجانیشه که نمونه‌ای از فسیل خود مرجان رو هم در این قسمت می‌تونید ببینید. بعد اینا رو همون موقع ساختن؟ این قسمت کاملا طبیعی هستش و 570 میلیون سال قدمت داره و اینکه زمانی کف دریا بوده توی دریا بوده و مرجان هم یه نمونه‌ای از گیاه هستش که در دریا زندگی میکنه. وقتی از دریا بیاد بیرون خشک میشه و میمیره و به این صورت تبدیل میشه. بعد الان این قنات وقت میشه به اون شهر؟ بله. شهر جلوتره؟ شهر حریره کلا 1 کیلومتر تا اینجا فاصله داره ولی خب یه زمانی توی جزیره زلزله به وجود میاد. زلزله که به وجود بیاد این 15 کیلومتر کلا خراب میشه و تخریب میشه و از بین میره. این 1 کیلومترش هم یه جورایی باقی میمونه که آقای مهندس در سال 78 اینجا رو بزرگترش میکنن، گسترده ترش میکنن، درست میکنن از اول. بعد مردم اینجا زندگی می‌کردن؟ نه کلا از همینجا که شما عبور میکنید زمانی آب عبور میکنه، یعنی یه جورایی آب میرفته. آبرا میرفته کلا به شهر حریره میرفته. شهر یعنی حریره مردم زندگی میکنن. بله. بیرون از اینجا؟ آره بیرون. یعنی ما الان میریم بالا. بله. شما نه در آخر که بریم میرسیم به برکه، اونجا کافه هستش. بعد از برکه دیگه میریم به بالا. ولی خب بعد این شهر کجا الان؟ کلا یه حدود 1 کیلومتر تا اینجا فاصله. 15 کیلومتره. 1 کیلومتر که مرز فرنگی میکنن، اون 15 کیلومتر دیگه شهر حریره میدونید کجاست؟ نه. شهر فیلم میگه. خفنه. یعنی این آب هنوز اگر خراب خراب نمیشد میرفت اونجا. آیفون چه آیفونش هنوز میره تو اونجا. بعد اونجا که چیکار پولدار. شهر حریره؟ الان هست یعنی بله. هستش یه جورایی فقط باقی مونده ولی خب اون موقع دیگه
جلوتر توضیحات بیشتر رو بهشون میدم. مرسی ممنون از راهنمایی شما. اون مرد اصلا راهنمایی نکرد. فقط گفت اینجا آب رد میشه. اینجا واسه ما عکس ما داریم فیلم میگیریم. من فقط تا خودم بگیری دیگه بابا یه عکس بگیر. عکس بگیریم. دوباره سفر شروع شد و الان عکس گرفتیم. آمو این برکه پنجا میدی مهدی پنجا میدی 100 500 دارم اگه 500 دارم 500 بده طرف خودش یه نفری کل اینجا رو درست کرده چی داری فیلم میگی؟ میخوام مستند درست کنم تو فیلمی چرت و پرت بگه تو مقصر سفری در زیرزمین یا خدا Civilisation. Aí do rolo chamou, aí lo. Yo. پونزده کیلومتر شهر حقیقه خاک بر سر تو هیچی نی این خواهد دلستره سوراخ مانی بیرا سوراخ مانی سوراخ مانی 27 نفر دقیقه مانی هست بلا دعوا کسی حتی فیلم ناگه 27 نفر دقیقه مانی هست 27 نفر دقیقه مانی هست اشکال نداره میخوام یادگاری بزنم بگه چیه اونجا مواظبی این خواهد دل است داره مسافران گرامی از نشستن روی حفاظت چوبی خودداری فرمایید توش عقرب شما توضیح میدن اینجا چیه؟ مال الکسیه چیه؟ الکسیس پورنو اینجا این خواهد دل است داره اهل یده ورگ این دیگه ورگ معدمین بچه ها 27 نفر داخل مانی هم 27 نفر داخل مانی هم این 15 کیلومتر این 15 کیلومتر میده مانی تو میده این قدر در چونه تو چقدر فقط برج ایفل شه بچه فرعون اینجا زندگی میکرد فرعون آفتاب آهنی زبان میخی زبان عارفی چرا انگلیسی نوشته کسی ربطی داره فرینگ نوشته مانی لا اله الا الله پرنای مانی مستند 15 کیلومتر در مانی
روانشناس آقا رزمن مستند 15 کیلومتر درمانی. آقا رزمن مستند 15 کیلومتر درمانی. ایشو موزه. خدا شرمنده. من واقعا معذرت میخوام. چی میخوام چک خوردم. با امضا کنیم. با امضا کنیم که اگه مردیم دست خیلی عالی بود. تعریف رو. بلا دیگه من یه وایسه. عکس دارم میگیرم. ای جان مانی بیا مانی آرمین بیا زبیده مستند 15 کیلومتر درمانی. ایچه شهر حقیقه اینجا. لمکده کله یه دونه گفتیم. این شاخ داره اینجا گرونه دایی نه نگاه چی شو بوخ شد تو دست نو تر میده مستند 15 کیلومتر درمانی. البته از پشت تو سرده. این 1000 نفر شبرت ای جان عکس ما. ای جان نه فقط فایلشون بده. بله فایلشون بده. اگه محمد امیشونی